سلام دوستان، بتونه کاری سپر با بتونه پلاستیک. بتونه مخصوصی پلاستیک است و سپر. برای اینکه لاکه باید بتونه پلاستیک بزنیم که حالت بگیره و از ترک خوردگی جلوگیری. اول خوب با خشکون قاطی میکنیم و بعد اجرا. بتونه پلاستیک خوبی که داره برای اینکه ضربه ای چیزی بخوره حالت میگیره، زود ترک نمیخوره و زود نمیشکنه.